با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان و همراهان مجموعه بیت بود. در خدمتتون هستیم با یک ویدئوی آموزشی دیگه. توی این ویدئو میخوایم با همدیگه نحوه واریز و برداشت به صرافی بایننس رو یاد بگیریم. این محیط اصلی صرافی بایننس. این قسمت یه دونه گزینه داریم به اسم ولت. میریم تو قسمت اوورویو. تو این قسمت اوورویو تمام ولت ما رو بهمون نشون میده. ببینید داخل بایننس ما چند مدل ولت داریم. یک ولت اثبات داریم. اثبات چیه؟ اثبات اون قسمتیه که ما توش معاملات یک طرفه انجام میدیم، مانند بازار بورس خودمون. یعنی که ما فقط از بالا رفتن قیمت میتونیم سود بگیریم. معامله رو به بالا میتونیم باز کنیم، یا اصطلاحاً معامله بای یا لانگ میتونیم فقط باز کنیم. و وقتی توی قسمت اثبات از یک ارزی خریداری میکنیم، اون ارز میاد توی ولت ما میشینه. قسمت های دیگه ای داره، معاملات مارجین داره، فیوچرز داره و حالا چندین کار دیگه که ما فعلا با همین اثباتش کار داریم و فیوچرزش. فیوچرز چیه؟ معاملات اهرم داره داخل صرافی بایننس که شما میتونید توی اونجا از لیوریج استفاده کنید و چند برابر سرمایه‌تون از صرافی وام بگیرید. و اینکه حالا داخل کانال اگر معاملات فیوچرز بخوایم سیگنال بدیم، حتما بهتون میزان اهرم و لوریجی که باید بگیرید رو مشخص میکنیم. ولی در کل اینو بدونید که ریسکش بالاست. این معاملات به شدت ریسک بالایی داره، اهرم گرفتن ریسک بالایی داره. پس سعی کنید هیچ وقت اهرم بالا نگیرید، بیشتر از 3 و 5 نگیرید. و اینکه بریم سراغ بحث خودمون که واریز و برداشت به صرافی بایننسه. میایم توی این قسمت بغل میزنیم فیاتن اثبات، یعنی اون ولت اثباتمون. این بالا میبینید یه دونه گزینه داره دپوزیت، یه دونه داره ویددراو، یه دونه داره ترانسفر. که وقتی ما میخوایم یک پولی واریز کنیم به صرافی بایننس، باید گزینه دپوزیت رو بزنیم، یعنی واریز کردن. بخوایم از صرافی بایننس یه ارزی داریم منتقلش کنیم به کیف پولمون یا بفرستیم برای هر کس دیگه ای، باید از این گزینه ویددراو استفاده کنیم. اگر بخوایم داخل خود بایننس پولمون رو جابجا کنیم، از ولت اثباتمون ببریم به ولت فیوچرزمون، اونجا از این گزینه ترانسفر استفاده میکنیم که همه اینا رو دونه دونه با هم میریم جلو و یاد میگیریم. اینجا هم هر ارزی که ما داشته باشیم داخل ولتمون رو بهمون نشون میده با مقدار دارایی که داریم. حالا این اکانت رو ما جدید ساختیم برای آموزش بهتون، هیچ چیزی هم توش نیست. میبینید مثلا این ارز بیت کوین اینجا میتونید هم بخرید، هم میتونید دپوزیت کنید، ویددراو کنید و کارهای دیگه. میریم واسه قسمت دپوزیت، یعنی واریز کردن. روی این قسمت کلیک میکنیم. خب ببینید اول ما میایم اینجا ارزی که میخوایم واریز کنیم رو انتخاب میکنیم. بر فرض مثال میخوایم بیت کوین واریز کنیم، میخوایم اتریوم واریز کنیم، میخوایم تتر واریز کنیم، میخوایم بی ام بی واریز. هر ارزی که میخوایم واریز کنیم رو میایم اینجا انتخاب میکنیم و انجامش میدیم. ما برای مثال ارز یو اس تی تتر رو انتخاب میکنیم برای واریز به صرافی بایننس. میریم صرافی ایرانی تتر میخریم، ریالمون رو چنج میکنیم به دلار دیجیتال یا همون تتر و اون رو میخوایم منتقل کنیم به صرافی بایننس که داخل بایننس خرید کنیم با اون یو اس تیمون، با اون تترمون. ببینید برای این کار شبکه‌های مختلفی وجود داره. BEP2، BEP20 یا همون بایننس اسمارت چین، ERC20، TRC20 و حالا گزینه‌های مختلف. برای انتقال تتر به صرافی بایننس راحت ترین راه و کم کارمزدترین کار در استفاده از درگاه TRC20 درگاه ترونه که هم سرعت خیلی بالایی داره، هم کارمزد خیلی پایینی داره. شما اینجا میاید قسمت دپوزیت رو زدیم، ما اومدیم یو اس تی رو انتخاب کردیم. درگاه TRC20 یک آدرس به ما میده. این آدرس کیف پول تتر ما داخل صرافی بایننسه. یعنی ما از اونجایی که میخوایم تترمون رو واریز کنیم به صرافی بایننس، این آدرس رو وارد میکنیم. اینجا میتونیم کپیش کنیم، اینجا هم
QR کدش رو بهمون میده که به طور مستقیم بخوایم بزنیم. پس این شد دپوزیت. ببینید این آدرس رو کپی میکنیم، اون ور وارد میکنیم و دپوزیتمون انجام میشه. حالا قسمت ویددراو چطوریه؟ حالا ما مثلا شما تصور کنید یه ارزی رو داخل بایننس داریم، حالا همون تتر داخل بایننس داریم، میخوایم تترمون رو برداریم، میخوایم بزنیم به ولتمون، میخوایم انتقال بدیم واسه کسی، میایم این گزینه ویددراو رو میزنیم. اینجا کوین مد نظرمون رو انتخاب میکنیم، به طور مثال همون تتر. ببینید شبکه های مختلف رو اون داره نشون میده: بایننس چین، بی ام بی، بایننس اسمارت چین، بی اس سی، اتریوم، ای آر سی 20 و شبکه ترون تی آر سی 20. میبینید اینجا کارمزدش رو نوشته واسهتون که شبکه ترون کارمزدش $1 و سرعت خیلی بالایی هم داره. اینو انتخاب میکنیم. آدرس دپوزیت، اونجایی که میخوایم واسهش واریز کنیم، آدرس دپوزیتشون رو میگیریم، اینجا آدرس رو وارد میکنیم، شبکه ترون رو انتخاب میکنیم، مقداری که میخوایم انتقال بدیم که حداقلش 10 تتره، مقدارش مثلا میخوایم 100 تتر انتقال بدیم، مقدارش رو اینجا وارد میکنیم، یک USDT از همون کارمزد میگیره، آدرسش هم اینجا وارد میکنیم و سابمیت رو میزنیم و انتقالمون انجام میشه. حالا مرحله بعدی پس شد. تا الان دپوزیت رو یاد گرفتیم، واریز کردن به صرافی بایننس رو یاد گرفتیم، ویددراو برداشت کردن از صرافی بایننس هم یاد گرفتیم. یک گزینه دیگه داره اینجا ترانسفر. ببینید از ولت اسپاتمون اینجا میبینید فروم، از ولت اسپات تو ولت فیوچرز USD فیوچر. این اکانت تازه است، باید بریم داخل فیوچر، الان میریم اون کار رو انجام میدیم. ببینید باید بیایم اینجا فیوچرزمون رو بزنیم، برای راه اندازی فیوچرز اوپن رو میزنیم و ولت فیوچرزمون در بستر صرافی بایننس باز میشه. حالا توی فیات اسپات ترانسفر تو USD فیوچرز، چه ارزی رو میخوام انتقال بدم از کیف پول اسپاتم به کیف پول فیوچرزم. حالا چون داخل فیوچرز با USDT داریم ترید میکنیم، اینجا USD رو انتخاب میکنیم، مقداری که حالا داخل ولتمون داریم، داخل ولت اسپاتمون داریم، هر تعدادی که داریم و میخوایم منتقل کنیم به ولت فیوچرزمون، اینو انتخاب میکنیم و منتقل میکنیم به ولت فیوچرز. اگر هم بخوایم برعکسش رو انجام بدیم، این گزینه وسط رو انجام میدیم، یعنی میتونیم الان از فیوچرزمون بریزیم داخل اسپاتمون. پس واریز رو یاد گرفتیم، برداشت رو یاد گرفتیم، انتقال بین ولت هامون داخل صرافی بایننس رو هم یاد گرفتیم. در ادامه ویدیوها آموزش خرید از صرافی ایرانی رو داریم، آموزش ساخت تراست ولت رو داریم و همه اینا رو که یاد گرفتیم یک مثال واسهتون میزنیم که به طور عملی این واریز و برداشت رو هم بتونید ببینید. امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز